شاید تصور میکنین زوجهایی که اختلاف و درگیری ندارن رابطه موفقی دارن. در صورتی که دعواهای زناشویی اتفاقاً از سالمترین روش‌های ایجاد یک رابطه موفقن. چون نه تنها آشکار کننده ناراحتی‌ها و شکایت‌ها هستند، بلکه در واقع یکی از روشن‌ترین دلایل تشخیص سلامت رابطه‌ان. در روابط موفق، زوجها علاوه بر شناخت شباهت‌ها، تفاوت‌ها رو هم شناسایی می‌کنن و باهاش کنار میان و سعی در تغییر دیگری ندارن. پروسه شناخت تفاوت‌ها مسلماً به درگیری و اختلاف در سالهای اولیه منجر میشه که البته برای تداوم زندگی در سالهای بعد کارسازه. افراد با افزایش ارتباطات و سعی در همسو کردن و یا پذیرش نظرات دیگری رشد میکنن. عاشق میمونن و به خوشبختی میرسن. زوجهای موفق به جای قهر کردن و دور شدن با هم حرف میزنن و هیچ وقت دنبال مقصر نمیگردن. به جای اینکه صورت مسئله رو پاک کنن، بیشتر تلاششون رو روی حل مسئله میذارن. همیشه خودشون رو در یک تیم میبینن، نه مقابل هم. برای نظرات دیگری ارزش قائلن، حتی اگر مخالف نظر خودشون باشه. و اغلب راهی رو پیدا میکنن که خوشایند هر دوشون باشه. دوست و رفیق هم هستن و به اهداف دو نفره بیشتر از اهداف فردی اهمیت میدن. مثل دوستای صمیمی با هم حرف میزنن و درد دل میکنن. مثل بچه‌ها بازی میکنن و مثل آدمای بالغ بحث میکنن و عین خواهر و برادر از هم محافظت میکنن. پای دیوونه بازیای همدیگه میستن و همراهی میکنن و به موقع و به جا هم بالغانه رفتار میکنن. تعهد رو فقط در خیانت جنسی نمیدونن. مثل روز اول به هم توجه میکنن و اولویت همدیگن. در حقیقت تعهد همین توجه کردن است. همیشه و همه جا حامی و پشتیبان هم هستن. هیچ وقت طرف مقابل رو تحقیر و مسخره نمی کنن. احترام مقابل در زندگیشون موج میزنه. عاشقتم و دوست دارم در کلامشون نیست. این حسو بارها و بارها و هر روز و هر ساعت به هم ثابت میکنن. از لمس کردن و بغل کردن همدیگه دریغ نمیکنن و حتما میدونید که این کارا توی رابطه معجزه میکنه. هنگام بیماری از هم حمایت میکنن و پناه همدیگه برای فرار از خستگی روزانه و در نهایت به این نقطه رسیدن که به جای گشتن دنبال پارتنر بی‌نقص، رابطه بی‌نقص و خوبی رو با هم بسازن. نکات مهم در روابط عاطفی موفق شامل این نکاتن: ارتباط و گفتگو، عاشق بودن، نشان دادن احساسات، زمان گذاشتن برای طرف مقابل، توجه به علایق و سلیقه‌های دیگری. در ادامه به 4 آژیر خطر در زندگی زناشویی اشاره می‌کنیم که حتی اگر رابطه خوبی هم دارید، آگاهی از این علائم بهتون کمک می‌کنه تا زندگیتون در سراشیبی پایان قرار نگیره. انتقاد. دقت کنید به جای انتقاد از رفتار طرف مقابل به شخصیت و خصوصیت فردیش حمله نکنید. وقتی مورد بیمهری و بی‌توجهی قرار گرفتین و دیدین که غر زدن‌ها و شکایتاتون به جایی نرسید، به سرزنش کردن رو میارین و شخصیت طرف رو خورد و خاکشیر میکنین. شکایت‌ها با من و انتقادها با تو شروع میشن. تحقیر. تفاوت تحقیر و انتقاد در تمایل به توهین و سوء استفاده روانی از همسرتونه. جملات و کلمات زشت و بی‌ادبانه رو مثل تیر در قلب طرف مقابلتون فرو نکنین و در لابلای انتقاد کردناتون پیام‌های تحقیرآمیز و توهین‌آمیز رو نگنجونین. گاهی انقدر این کار رو تکرار می‌کنید که دیگه حتی یه صفت مثبت هم از همسرتون به خاطر نمیارین. حالت تدافعی. طرف مقابلتون وقتی با انتقاد و تحقیر روبرو بشه، طبیعتاً حالت تدافعی به خودش میگیره و همین اوضاع رو بدتر میکنه. هر دو احساس قربانی شدن پیدا میکنین. هیچ کدوم هیچ تقصیر و مسئولیتی رو گردن نمیگیرین و برای درست کردن اوضاع هیچ اقدامی انجام نمیدین و تا آخر هم خودتون رو بیگناه تصور میکنین. پرهیز از همکلامی. این اتفاق زمانی رخ میده که تمایلی به گفتگو و حل مسئله وجود نداشته باشه. در این مواقع اصطلاحاً لج میکنید و از همکلامی تفره میرید. درست مثل یک دیوار بدون عکس‌العمل و بدون صدا. باید بدونید پرهیز از حرف زدن قدرتمندترین شیوه برای بدتر کردن مشکلاته، چون نشون دهنده سردی، بی‌احساسی و خودبینیه. با این کار این پیام رو میرسونید که من به تو اهمیت نمیدم و هیچ ارتباط معناداری باهات ندارم. حواستون باشه که اگر رابطتون به این مرحله برسه، زندگی زناشوییتون در معرض خطره.